1000 کیلومتر رو طی کنن، چیزی که بسیاری از نظامی ها به اون پی بردن در قرنهای گذشته، از جمله ناپلئون. چقدر که به داد ناپلئون رسیدند، چقدر که به داد دریانوردان ما رسیدند، دریانوردانی که در قرنهای 14 و 15 شروع به دریانوردی کردن، اما امیدشون به این کبوترها بود که در میان اقیانوس اونها رو پرواز بدن تا بقیه خبردار بشن که چه بر سر اونها اومده، کجا هستند. و بعد بال کبوتر حیرت آور هست، هزاران قطعه داره، یعنی ساده نیست و یک لیفت ایجاد میکنه و هنگام پرواز هم یک نوسان ایجاد میکنه، یعنی مستقیم حرکت نمیکنه و این باعث میشه که در تیرکش باد خودش رو قرار بده و بتونه یک فاصله طولانی رو طی کنه، مواد چربی رو در خودش ذخیره کنه، بنابراین نیازمند به سوخت گیری مجدد نیست. و حیرت آور این هست که پرنده فداکاری هست، پرنده‌ای هست که عاشق هست، در این تردیدی نیست. شما تصورش رو بکنید. عاشق همیشه. ببینید عشق به کبوتر میدونم، به کفترباز تو ایران میگن عشق باز. بله. اصلا به ببینید عشق هم با انسان وارد کره زمین نشده. من نمیدونم اگر اسم این عشق نیست چی هست که پرنده‌ای تشنه و گرسنه ترجیح میده یک ضرب حرکت کنه تا هر چه زودتر به دیدار معشوق خودش برسه. و این که از دلایل بزرگی هست که روی این پرنده میشده حساب کرد و اون پیام ها رو. و شاید جالب باشه برای شنوندگان شما، هم فرانسوی ها هم بلژیکی ها از این کبوتر استفاده کردن با یک دوربین تا در قرن گذشته مثل یک پهپاد از اون استفاده کنن، یعنی از اون بالا تصویر برداری میکردن. حالا ما داریم صحبت میکنیم از اوایل قرن گذشته. من هر چقدر که در مورد این پرنده بگم کم گفتم. یعنی منو واقعا یاد هامینگ برد میندازه، پرنده زرین بال، منو یاد خفاش میندازه، این پرنده حیرت آور، این پرنده ترانه سرا، این پرنده هنرمند که یک پستاندار هست. و کبوتر هم واقعا حیرت آور هست، قدرت بینایی اون حیرت آور هست، دید اون، برداشت اون از زندگی، تقسیم مسئولیت در مورد رشد فرزندان حیرت آور هست. یه چیزی که جالب داشته باشید اینی که تو میدان ترافالگار برید، تروکادرو پاریس برید، سن مارکو